درود، خوش اومدین به این ویدیو. امروز میخوایم با یه مهمون ویژه سلام سرکان نخندی بریم. یه مجازات داریم خیلی راحته. آخر حالا وقتی حالا هر وقت که مثلا من باختم این باخت هر کدوم باختیم میبینیم مجازاتو. و اینکه من اینو درست کنم. خب و اینکه بچه هر کی 5 تا جون داره، اگه اون 5 تا جونش بره بعد مجازات بشه بریم برای ویدیو. I'm an easy go and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No. خیلی کارش مسخره است. اوکی. و بیاد دستو بردار بسام من. و من یه دفترم و یه دفترچه بردارم که توش بنویسم چیزامونو، امتیازونامونو فعلا. خب این مدادم بردارم چیزامو خود کنم و برسام و کاره. من که میشناسیم اسمم کارن مختاریه و ایشونم برسام احمدزاده. برسام. خب این از اینه بچه ها، بریم که ویدیو شروع کنیم. حاضری؟ بزن بسا بسا کنترل کنیم. لبخند معمولی هم نمیشه؟ لبخند به این فقط داری حل میشه. آره من هم یک دو سه بریم. خب چون تو خندیدی من میتونم بخندم. یکی از جونات هست شد. از 5 تا جون بسیم اینجا نه خب این شکلی هم نمیشه که خنده است داشت. این هم دوستم برسام شاید بدونی چه باید بدونی. اگر میخوام پارت 2 این ویدیو رو بگیرم حتما توی کامنت بهم میگی. مثل من قلبا رو بذارم برای جون مثلا. چون من تازه یوتیوب شروع کردم. من قبلا یه چنل داشتم اون پرید نمیدونم چرا واقعا و دوباره شروع کردم. فوتش رو خد بریم یه دونه از جوناتو هست شد 5 شد بریم مجازات میشه. بریم یک دو سه خندی قشنگ. باشه دندونان معلوم شه حساب. آره چیز میشه. آره 3 2 یه جونه رفت. تو خدا خیلی دیگه زیاد میخندی. ببین و دندونان معلوم شه نمیشه خودی خیلی تو زیاد میخندی دیگه این شکل نمیشه خندی. اینجوری میشه دندونا بعد نه در بعدش آقا در حد لبخندش بس اینجوری ولی بدون صدا. وقتی دندون بعد آدم میخنده بعد بابا چرا؟ چی بود آخه؟ اینقدر چرتن ویدیو شده خندش. قیافه رو آره بریم 3 2 تو خنده. آره من خنده. بای دیگه جون رفت. من مساوی. آره مساوی. بچه اینم من این شکلی کشم. نمیدونم ببینیم اسم منو میبینی؟ نه حالا این شکلی کشنی مهم نیست. یه دوست نخند بابا قبلش چون بخندی. آقا تو بخندی من میتونم بخندم. اون که اول خندی حساب شد. یک دو سه
اول خندید میخوای ویدیو چک کنیم ویدیو چک کنیم اول خندید دیگه خنده اینجوری حساب نه آقا دندون اول معلوم آقا باشه این دیگه خیلی خنده است نه نه دندون اول معلوم باشه دیگه نه مجازاتمون راحته این بگی نده باشه یک دو سه دست پیونا تو میخوای ویدیو چک بریم اصلا بچه ما بریم ویدیو چک بزنیم بیایم باشه بابا زیستم وقتمون در میره باشه یه در میره آگه بچه ما نتیجه گرفتیم که هیچ کدوم امتیاز نمیگیریم یه بار بهش یه بار من آوانس دارم یه بار این میدونم آوانسش رفت نه میدونه دارم به دستم خورده صبح قشنگ خنده است نمیشه این قشنگ خنده است دندون آدم معلوم باشه من یه چیزی گفتم خب مسخره باز زده قشنگ خنده دندون آدم نه خیلی یک چه دندون آقا این تیم های قشنگ خنده من گفتم بدون صدا باشه نمیشه آقا یه دونه رفت یه دونه جون آقا به خاطر ورسته میکنیمش 10 تا جون اصلا خب 8 تا 10 تا 8 تا جونی باش 8 تا جون الان تو 5 تا بدی 2 تا دیگه بده اضافه 3 تا دیگه بده اضافه میکنم منم 3 تا دیگه اوکی بریم سلام باشم تا یکی از جون دور رفت نه آره رفت الان دیگه نه خب 4 رومیشو خط زدی الان نه دیگه بابا درسته 4 تا خب چیز شد دیگه من 4 تا دیگه قشنگ خنده بود خندی گفتی وات گفتی وات نه اینجوری وات از چیز آره یه جور رفت خندی بود ببین از الان تو فقط 3 تا جون دیگه داری و من 6 تا جون دیگه دارم من خب این خوب نخندیدم موردم فکر کنم تا اول مجازاتو بگیری ولش کن بعضی ویدیو شیر بعضیشون چرا What? Why? 3 آره خندیدم میدونم خندیدم خط بزن قشنگ هم خط بزن آفرین قشنگ بزن خندیده نشم بابا حساب آقا حساب جوناش خیلی کم آقا بهش آوانس میخوری گونه داره جوناش خیلی کم 2 تا جون دیگه 3 تا جون دیگه داره کنار
من پروفسوریه. حاجی قیافش خیلی خوب. خندیدم آره. میدونم آره. قیافش خیلی مسخره بود. این دانشمند هست این چیزی جدید کشف میکنه. این هم رو سه. بدستم خود. چند تا بچه ما بریم ویدیو بعدی بیاریم. الان دوباره بعد میاریم بریم ویدیو بعدش هم بیاریم. آره الان برمیگردیم. تو چی؟ خب بچه ما رفتیم ویدیو بعدی گذاشتیم بریم بعدش رو ببینیم. این من پلی کنم. یه حاجی خندیدی. این خنده بود. من فورمم بود ولی باشه. خنده بود بابا. بچه ها شده. بچه تو کامنت ها بنویسی خنده بود یا نه. تو کامنت ها بنویسی خودتون که خودمون 2 تا جون دیگه داره و من 1 2 3 4 5 جون دیگه دارم. نه 4 تا. 2 3 4 بابا این چیه 1 2 3 4 بیا بهت گفتم 4 تا. من اشتباه حساب کردم. واسه ببخش. خندیدم میدونم. قشنگ خط بزنی. قشنگ. خب ما این خود کردم. میزه خیلی وقت استفاده نکردم ازش. نمیشه. بله. قشنگ خط بزن. Ben ne şu an şurada var. Ama آقا یعنی اینجوری کاملا دندون من روش. یا آواز بهش تا من رو دندون یا آواز بهش میدم چون یه دونه جون برش میداری. ببین
بزنم. خب بچه‌ها مشکل برام پیش اومد درست شد رفتیم ویدیو بعدی این کارا بریم. الان برسم یه دونه جون داره من 2 تا جون دارم. 2、3、ありがとう。 حالا من خود羽ばたいてね戻らないと言って目指したのは青いコーンスープみんぱんつづつつづつみんぱん赤くすにゃにゃにゃみんぱんピカピカチュウ خب تو خندی برای من داشتم منفجر میشدم تو یه دونه جون داری یه دونه من میدونم تا میدونم Pikachu! 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 It's one thing to راست شو من واقعا باختم که چون مثلا تو معجزه انجام نمیده واقعا مثلا باختم آها واقعا چون میدونستم معجزه انجام نمیده واقعا خودم باختم به معجزه انجام بدیم و بریم بس من اینو درست کنم بچه‌ها الان چیز این بعده خب بچه‌ها من باختم راست شو از قصد باختم چون مرسوم چون مهمون بود ولی تو ویدیو بعدی جبران می‌کنم چون خدای ویدیوش خیلی چرت بود بعضیش خنده اون اولیاش خود من از قصد خود چندش خندیدم اشکال نداره پنیر خامه ای رو با چوچو رو بدن پنیر خامه قشنگ همش بزنم بکنم نظرش نه اون شکلی یه چوبشور اینقدر ولی گیری نده اینقدر میداری میفته ویدیو بذار من قشنگ درست کنم برام خودم این آشه میذارین تو چی آخه خودم این معجزات گفتم چون تو شاد ببازی این کاری کنم به 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 ببینیم باشه من واقعا چون برسان مهمون بود گذاشتم ببره دفعه بعدی جبران میکنم ببینی یه چیز چندشه چیز خوشمزه سلام بخوام خوشمزه است سر ویدیو خیلی کم بود خب من بود از این ویدیو اگر از این ویدیو خوشتون اومد کانسوس کرد نره ما برمیگردیم تا یه ویدیو دیگه به درود فراوان برسون